پیکره نوی استالین دیکتاتور شوروی سابق در متروی مسکو بحث را به بار آورد. برخی روس‌ها آن را یک ارجگذاری به تاریخ می‌دانند. به نظر دیگران احترام گذاشتن به پیشوایی که مردم از دستش ظلم ستمی زیاد کشیدند کاری درست نیست. مجسمه در ایستگاه متروی تاگانسکaya واقع است. روز 15 می در چارچوب تجلیل 90مین سالگرد متروی مسکو به نمایش گذاشته شد. این بازسازی یادگاری تاریخی است که بار اول سال 1950 3 سال پیش از مرگ استالین افتتاح کردند. مسئولین متروی مسکو میگویند مجسمه اصلی در جریان نوسازی ایستگاه در سال 1966 گم شده است. مجسمه اصلا سپاسگزاری مردم به پیشوا و فرمانده نام داشته استالین را در میدان سرخ مسکو و در احاطه شهروندان شوروی تجسم کرده است. آن را برای ستایش از نقش استالین در پیروزی اتحادیه شوروی در جنگ دوم جهان گذاشته بودند. یوگنی ایوانوف ساکن مسکو از استالین ستایش کرد. این شخص کارهای زیادی کرده است که میتواند با آن فخر کند. از بین بردن آن وظیفه ما نیست. او کارهای را انجام داده است و ما باید با آن احترام گذاریم. اما برخی از دیگران به این مجسمه سخت مخالفند. بخش حزب لیبرالی یابلوکا در مسکو خواستار گرامی داشتی خاطره قربانیان سرکوب‌های استالینی شد و اعلام داشت که این مجسمه توفی بر روی تاریخ و به مسخره کشیدن فرزندان سرکوب شدگان است. در زمان سرکوب و استبداد استالین تقریبا 700,000 نفر کشته و بسیاری‌ها به گلاگ زندان‌های ترسناک آن زمان در سراسر شوروی فرستاده شدند. هرچند نسبت به میراث او تا حال اختلافات عمیق نظر باقی میماند، اما در سالهای اخیر مجسمه‌های استالین دوباره پیدا شدند.